چاو گایز، من فایزم و این اولین ویدیوی من تو یوتیوبه. امروز اومدم براتون بگم که این چنل از کجا شروع شده، برای چی شروع شده و یکم در مورد خودم بهتون بگم. من فایزم، 13 سالمه، تو شهر شانگهی زندگی میکنم و به درس علوم علاقه دارم. رشته های مورد علاقم بازیگری و کار با کامپیوتره و معمولا بیشتر روزمو با گوشی یا گربم که اسمش میو میوه میگذرونم. قطعا براتون سوال شده که این چنل از کجا شروع شد. من یه روز که داشتم توی اینستا میچرخیدم یه پست نظرمو جلب کرد که میگفت چرا من یوتیوب رو شروع نکنم، و این یه جرقه توی ذهن من شد که یوتیوب رو شروع کنم. نقشه راه ما اینطوریه که من روتین روزانه‌مو براتون بذارم. بعد اون قرار زندگیم با میو میو رو باهاتون در اشتراک بذارم و در آخر ولاگ روزانم در دوران مدرسه است. بعد از اینکه نقشه راه تموم شد، ما قراره وارد عرصه گیم بشیم و به هدفمون که صدکای شدن نزدیک و نزدیکتر بشیم. پس اگه میخوای منو تو این راه همراهی کنی، منو ساک کن.